حالا توجه نمایید به سخنرانی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در چاله‌بینی تنتنوی به افتخاری روز غلبه. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رفیقان، گنرال ها و افسران و سربازان، محترم سابقه‌داران جنگ و مهنت، میهمانان و حاضرین گرامی، سال جاری به انجام نبردهای خونین جنگی سالهای 1941 1945 که تاریخ بشریت مثلش را ندیده بود و غلبه انسانیت بر فاشیسم هیتلری 72 سال پر می شود. برابر همه خلقهای صلح‌های عالم، مردم تاجیکستان نیز این روز تاریخی را جشن می گیرد. در این لحظه های ایدانه 72مین سالگرد این سنه تاریخی را با همه سابقه‌داران جنگ و مهنت که در نبردهای شدید این جنگ مردانوار شرکت کرده برای تامین نمودن پیروزی بر فاشیسم سهمی ارزنده گذاشتند، اینچنین به تمام مردمی صلح‌های کشور محبوبمان صمیمانه تبریک میگویم و به هر خاندان مملکت فضای آرام و آسوده، خانه آباد و به تاجیکستان عزیزمان صلح و ثبات جاودانی آرزو می نمایم. همچنین میهمانان گرامی، خدمتچیان حربی قواهای مسلح شریک استراتژی امان فدراسیون روسیه را به افتخار جشن تبریک می گویم. جشن غلبه برای تمام خلقهای صلح‌پرور عالم از جمله خلق تاجیک سنه واقعا مهم و فراموش نشونده می باشد. زیرا تاریخ بشر چنین کارنمایی و جانبازی های عاموی خلقها را که در دوره جنگ دوم جهان نشان داده بودند یاد ندارد. محض در نتیجه مبارزه فداکارانه و قاطعانه خلقها آتش جنگ دهشتناک خاموش و آزادی مردم سیاره تأمین کرده شد. بنابراین که هر سال مردمی صلح‌دوست سیاره 9 می را همچون سنه پیروزی بر فاشیسم هیتلری جشن میگیرند. زیرا این غلبه بزرگ نتیجه دوستی خلقها، مبارزه فداکارانه و نمونه عالی وطن دوستی خلق و ملت های گوناگون سابق اتحاد شوروی برای حمایت وطن و آزادی می باشد. با گذشت سالها و خصوصا در شرایط تار وسعت گرفتن نارامی و بی‌ثباتی در منطقه و کشورهای مختلف سیاره، ارزش و اهمیت آن در بین مردم عالم بالا می رود. این سنه در حقیقت تاریخی نه تنها برای سابقه‌داران جنگ و کلانسالان بلکه برای نسل‌های امروزه نیز گرامی و مقدس می باشد، چون که آن رمز وطن دوستی و فداکاری و شجاعت و مردانگی پدر و بابایان ما برای حفظ مرز و بوم وطن و استقلال و آزادی به شمار می رود. ما امروز
و این بد نیست. با افتخار و سرفرازی ابراز می داریم که در تأمین غلبه تاریخی در برابر فرزندان دیگر جمهوری های سابق اتحاد شوروی و خلق هایی که بر ضد استبداد فاشیستی مبارزه بردند، جوانمردان با ننگ و ناموس تاجیکستان نیز سهمی ارزشمند داشتند. از اولین لحظه های آغاز جنگ مردم تاجیکستان همه ذخیره و امکانیت ها و فرزندان دلیر و شجاع خود را به جبهه سفربر نمودند. بیش از 300,000 نفر فرستادگان تاجیکستان در نبردها شجاعت و مردانگی نشان داده، 92,000 نفر آنها به خاطر ادا کردن قرض فرزندی خویش در میدانهای جنگ هلاک شدند که نام نیک و کارنامه آنها در صحیفه های تاریخ خلقمان ابداً ثبت گردیده است. پاس داشتن خاطره نیک فرزندان شجاع وطن که برای زندگی آسوده نسل‌ها جانبازی کردند و سابقه‌داران مهنت که در عقیبگاه شب و روز زحمت کشیدند، وظیفه مقدس و قرض وجدانی هر یک فردی جامعه می باشد. حکومت مملکت در طول زیاده از 25 سال صاحب استقلالی نگاهبین و پرستاری اشتراکچان و سابقه‌داران جنگ، رسانیدن کمک‌های مالیوی و دیگر غمخواری‌های اجتماعی را وظیفه اساسی خود حسابیده در این سمت همه چاره‌های ضروری را عملی گردانید و این کار را در آینده نیز ادامه می‌باشد. زیرا تکراراً تاکید می‌نمایم که شجاعت و دلاوری فرزندان با آر و ناموس خلقمان در دوره‌های حساس تاریخی از جمله در سالهای جنگ دوم جهان نمونه عالی وطن دوستی و سبق بهترین مردانگی و وطنداری برای نسل‌های امروز و آینده می باشد. آموزش تجربه زندگی، حیات و فعالیت سابقه داران جنگ و مهنت و مصلحت و مشورت آنها و نسل‌های امروز و فردای وطن عزیزمان در راه حمایه مرز و بوم سرزمین اجدادی و رشد دولت صاحب استقلالمان دستور عمل به حساب می رود. تجلیل همساله روز غلبه بر فاشیسم جهانیان را بار دیگر وادار می سازد که دایر به تحکیم مناسبت های دوستانه، همگرایی و همکاری و تقویت روابط خلق و دولت ها همچون شرط اساسی حفظ صلح و ثبات، بنیاد روزگار آرام و آسوده مردم سیاره و عامل مهمترین مبارزه مشترک بر ضد نیروهای بدخواه سعی و تلاش نمایند. علاخصوص در شرایط ناآرام و بسیار مرکب جهانی امروزه که خطرهای نو در آن وسعت بی سابقه پیدا کرده، مردم سیاره را به نگرانی و تشویش جدی روبرو کردند. ترغیب و تشویق صلح و ثبات، دوستی و همکاری و متانت و شجاعت فرزندان وطن در جاده مبارزه بر ضد خطرهای معاصر از قبیل اکستریمیسم و تروریسم، ملتگرایی و نجات پرستی و دیگر ظهورات ننگین و خطرناک، اینچنین برای تربیت احساس وطن دوستی و آزادی خواهی جوانان و بلند برداشتن روحیه وطن خواهی خدمتچیان حربی قوای مسلح کشور مهم می باشد. زیرا وضع سیاره امروز نسبت به هر وقت دیگر نهایت پیچیده و مرکب گردیده است و بر ضد خطرهای معاصر تنها توسط اراده نیک خلقهای عالم و سعی و تلاش مشترک ایستادگری کردن ممکن است. اینچنین راه حل مشکلاتی که حالا انسانیت بنابر گرمشوی اقلیم و حالتهای فوق‌العاده وابسته به آن روبرو گردیده است، فقط همکاری و همگرایی بین خلق و دولت‌های گوناگون دنیا می باشد. ما افتخار داریم که قواهای مسلح تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار ما امروز با استفاده از سبک و
کارنمایی‌های پدر و بابایان خویش برای حمایه مرز و بوم مملکت، حفظ دستاوردهای زمان استقلالیت دولتی و تأمین زندگی آرام و آسایشته مردم کشور چون سپری با اعتماد همیشه آماده‌اند. نصیحت‌های مفید و نصیحت‌های پدرانه، کار و پیکار و زندگی و فعالیت سابقه داران جنگ و محنت بعد گذشت 72 سال هم به نسل‌های جوان در بنیاد دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و پیشرفته همیشه راهنمایی زندگی و فعالیت می باشد. بلند برداشتن و مستحکم نمودن رویه افسران و سربازان قوای مسلح، حفظ آرمان‌های ابدزنده وطن دوستی، احترام به مقدسات وطن و افتخار ملی عامل‌های مهمترین تأمین ثبات و آرامی دولت و جامعه می باشد. با استفاده از فرصت برابران ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت بار دیگر خاطر نشان می سازم که با در نظر داشت شرایط مرکب و پیچیده جهانی معاصر با تربیت وطن دوستی هیئت شخصی، رعایت حتمی آیین‌نامه‌های حربی، تحکیم قانونیت و ترتیبات، بلند برداشتن سطح کسبیت، آمادگی جنگی جزو تام‌های نظامی و هوشیاری و زیرکی سیاسی هر یک خدمتچی حربی، اینچنین مستحکم نمودن اقتدار مدافع وطن عزیزمان اعتبار دائمی و اولین درجه دیند. در آخر بار دیگر همه سابقه داران جنگ و محنت، خلق عزیز تاجیکستان و همه شما میهمانان و حاضرین ارجمند را به مناسبت روز غلبه صمیمانه تبریک گفته و هر خاندان کشور روزگار آسوده و صلح و ثبات همیشگی را آرزو می نمایم. جشن پیروزی بزرگ مبارک هموطنان عزیز. بعد سخنرانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رسمی گذشت نظامی جزء اتمهای قواهای مسلح برگزار شد. پرات نظام با مارش تانتانوی موافق روتو در یک مسافه معین روت یوا راست دیگران بر راست کرد. توجه بر راست فوق قدم مارش.
بینندگان گرامی، این بود اکشن خبر و گزارش‌هایی که تا این لحظه به دست ما رسیدند و منظور شما نمودیم. خیر تا نشریه بعدی.